با نام و یاد خدا. سوال شماره 13. اگر باقی مانده تقسیم 2x به توان 2 منهای 5x به علاوه آ بر x منهای 2 برابر 3 باشد، مقدار آ کدام است؟ خب ما اینجا یک تقسیم چند جمله‌ای بر چند جمله‌ای داریم. 2x به توان 2 منهای 5x به علاوه آ تقسیم بر x منهای 2. اینجا یه 2x میدیم، میشه 2x به توان 2. 2x در منفی 2 میشه منفی 4x. منفیمون رو حتما اینجا باید اثر بدیم، یادمون نره. میشه منفی 2x به توان 2 و مثبت 4x. 2x به توان 2 با منفی 2x به توان 2 ساده میشه. منفی 5x و 4x میمونه منفی x. مثبت آ رو میاریم پایین. در ادامه منفی 1 میدیم، منفی 1 در x میشه منفی x، در منفی 2 میشه مثبت 2. اینجا هم دوباره باید یه منفی رو اثر بدیم. منفی در منفی x میشه مثبت x، این هم میشه منفی 2. منفی x با مثبت x ساده میشه، مثبت آ و منفی 2 میشه آ منهای 2. باقی مانده اینجا شد آ منهای 2. سوال گفته باقی مانده برابر 3 هست، یعنی آ منهای 2 برابر 3. منفی 2 میره اون طرف، آ میشه 5. گزینه 2 صحیحه.